میروم نگو زارم بگردی دامنت من میروم نگو برباد رفت خیرمنی دارم مداری من میرم به موی خیرمنت من میروم نگو میرم به موی خیرمنت من میروم نگو دستی من بگردند گردون به دستی توست تا دستی من بگردند من میروم نگو سر تا به پا خزینه ای حسنی ملاحتی این بهانه جستند من میروم نگو جز این بهانه جستند من میروم نگو من میروم نگو با آنکه هر دو میرویم از این جهانی پس خوش باد آن نشیمنت من میروم نگو خوش باد آن نشیمنت من میروم نگو قربانی چشم روشنت من میروم نگو سپاس میگویم برای سراییدن ترانه و بعد از حال و احوالتون پرسان شویم. خوب هستید؟ کارها چخیل است؟ تشکر. کارها بسیار خوب. طی 30 سال میشه که در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف کار و فعالیت میکنم و امروز که طریق تلویزیون سفینه بسیار باز میگم که یک اقدام خوب گرفتن که طریق زنده برنامه ها رود. برنامه آوازخوان‌ها طریق زنده برآمد کنند. قابلیت سرود خواندن از آوان خورده بود که این راه را انتخاب کردید؟ البته. میتونید همون یک لحظه که در یادتون هست؟ از آوان خورده من بسیار قدیما یک خردکک بودم. همین باور کنید وقتی که همین بارگاهی اون وقتا انستیتوت هنرهای زیبا میگفتند به نام استاد میرزا ترسونزاده، همونجا هم قبولش بشدم. همونجا هم آواز زنده در نزد امتحان سپردم اختصاص بهای 5 گرفتم و همین خیلی که چکل گمتونه هیچ از یادم نمیرد. قدم کمتر که پست بود زنده یاد مهربان نظرش گشته گفتن که این به این خط شکل برآمد میکنه من آینده اینه چقدر صحنه میبرارم که استاد نظام گفتن که حاضر یک سرود میخواند اما سرودش از قدش بلند گفتن. باور کنید همین خیلم شد وقتی یک سرود رو در نزدشون باز خوندم. شکر که من 5 سال دانشگاه را ختم کردم و سال 1990 تا امروز در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنم و برنامه‌های من همه وقت طریقی سرود زنده
پیشکش مخلصان بله. میگردم. خب میدونید چی یک سوال بسیار برایم همچنین معما موند که و چند بار هم تکرار کردید که 30 سال است که من در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنم و چی باعث گردید یا اینکه کار برای شما پسند آمد در فیلارمونی کار کردن که انتخاب دیگر انسان کردید؟ درخت میگویند در یک جامعه سبز است. همون فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان بود. من انمی روز که همین درگاه تلویزیون سفینم جایی که ما برآمد میکردیم انیمجا زال فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان بود که بسیار استادای بزرگ از این در این صحنه برآمد کرده. بله. این گردش فلکه ببینیم من آمده در همین جام برآمد کرده بودم و امروز هم طریق زنده من برآمد کرده. تشکر. خب سپاس بی اندازه. باز پای صحبت میگردیم و بیننده رو بید منتظر نمیسازیم. باز یک ترانه دیگر خواهش میکنم. ستونی خانه دل از فرزند ستونی خانه دل از فرزند دو دل را می کند پیوند از فرزند شکوفت غنچه‌ی نقلی امیدت چو گیرد دست را بر دست فرزند شکوفت غنچه‌ی نقلی امیدت چو گیرد دست را بر دست فرزند ستونی خانه دل است فرزند. ستونی خانه دل از فرزند دو دل را می کند پیوند از فرزند شکوفت غنچه‌ی نقلی امیدت شکوفت غنچه‌ی نقلی امیدت چو گیرد دست را بر دست فرزند چو گیرد دست را بر دست فرزند ستونی خانه دل از فرزند. فرزند اگر صاحب ظفر شد میانی قوم میلت شورور شد چه خوش فرزند اگر صاحب ظفر شد میانی قوم میلت شورور شد ثنایش باد اگر هنگام پیری ثنایش باد اگر هنگام پیری عصای دست مادر هم پدر شد عصای دست مادر هم پدر شد ستونی خانه دل از
فرزند. نشاط عمر انسان است فرزند، مدار قوتی جان است فرزند. خدایا عقل و انصافش بخشا، خدایا عقل و انصافش بخشا، وگرنه چشم گیر یانه از فرزند، وگرنه چشم گیر یانه از فرزند. ستونی خانه دل از فرزند، ستونی خانه دل از فرزند.